تیم رودست به صورت رسمی بابت ترانه آذرآبادگان از داریوش اقبالی سپاسگزاری می‌کند و البته تعجب می‌کند چگونه در زندگی داریوش یک کار درست به نفع میهن انجام پذیرفته است. با درود به شما، لیلا یزدانی هستم و با همکارانم در رودست ویژه برنامه افشای داریوش اقبالی را به شما هم میهنان گرامی پیشکش می‌کنیم. داریوش اقبالی سیاسی ترین خواننده ایران که هیچ وقت سیاسی نبود و نیست. در این برنامه به شما نشان می‌دهیم داریوش اقبالی بیش از 40 سال هست با خواندن حقایق را وارونه جلوه می‌دهد. نقش هنرمندان به منظور تحریک مردم در سال 57 همان اندازه روشن است که نقش آنان در سکوت مردم امروز به نفع جمهوری اسلامی انکار نشدنی میباشد. خانم ها و آقایان، این برنامه را با دقت فراوان توجه کنید و تلاش کنید احساساتتان را در باب قضاوت راه ندهید. در گام نخست بیوگرافی داریوش اقبالی را با هم داشته باشیم. داریوش اقبالی در 15 بهمن 1329 در تهران زاده شد. پدرش محمود اقبالی و مادرش خانم اعظمی اهل شهر میانه در آذربایجان بودند. یک خواهر به نام ژینا و 2 برادر به نامهای سیاوش و غلامرضا جمع 5 نفری خانواده اقبالی را تشکیل دادند. گرچه این جمع به دلیل جدایی پدر و مادر در همان سالهای اولیه زندگی داریوش از هم پاشید. داریوش اقبالی تنها تا کلاس 5 دبستان درس خوانده و سپس ترک تحصیل می‌کند. داریوش در سال 1356 در روزنامه اطلاعات هفتگی در مورد اینکه چگونه به رادیو تلویزیون ملی ایران برای خوانندگی راه پیدا می‌کند این چنین می‌گوید: یک آگهی کوچک از جوان‌ها دعوت کرده بود تا به رادیو ایران مراجعه کنند و آزمایش صدا بدهند. آن روز با شوق و شوری فراوان به رادیو رفتم. آنجا خیلی شلوغ بود. بیش از 100 جوان برای آزمایش صدا آماده بودند. ما را به سالن هدایت کردند. چند ساعت انتظار کشیدم تا نوبت به من رسید. یک ترانه خواندم که مورد پسند گروه آزمایش گیرنده واقع نشد. درست به یاد دارم که منوچهر سخایی هم در جمع گروه آزمایش کننده نشسته بود. وقتی از رادیو بیرون آمدم فهمیدم که رد شدم، اما مایوس نشدم. در نهایت داریوش اقبالی از طریق دوست دختر برادرش که دخترخوانده حسن خیاط باشی مجری معروف تلویزیون آن روز بود به تلویزیون ملی ایران راهش هموار گردید. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین. آی دروغگو. پریا گشنتونه، در سال 1351 داریوش ترانه پریا را که شعرش برای احمد شاملو شاعر ایران ستیز میباشد بر علیه حکومت پادشاهی میخواند. داریوش با اجرای ترانه پریا نه تنها بر علیه حکومت ملی آن روز سیاه نمایی میکند، بلکه نخستین کسی است که از شاعر ایران ستیز شاملو ترانه را اجرا می‌نماید. نکته دیگر این ترانه موسیقی سنتی ترانه میباشد که به خواست داریوش ساخته میشود و باعث ناراحتی آقای شاملو میشود، زیرا آقای شاملو با موسیقی سنتی ایران سر ستیز دارد و مدتها با داریوش سر همین مسئله به کدورت میخورند. بعدها داریوش در گفتگو با شاهرخ گلستان به دروغ ادعا میکند که برای ترانه پریا مورد بازخواست ساواک قرار گرفته است. این در حالی است که کتاب پریای احمد شاملو در آن زمان اجازه انتشار گرفته و در بازار آن زمان موجود. در همین ارتباط مصاحبه ویژه‌ای را با رهبر عملیات ساواک جناب احمد فراستی ترتیب داریم تا دروغ‌های آقای داریوش در باب شرح سلحشوری‌های خودشون در ساواک برملا شود که در ادامه برنامه این مصاحبه را به سمع و نظر شما عزیزان میرسانیم. سال 52 داریوش با خواندن ترانه جنگل
از تروریست‌های سیاه‌کل حمایت می‌کنند. شعر ترانه جنگل از شاعر کمونیست ایرج جنتی عطایی است و با آهنگسازی بابک بیات ساخته می شود. پشت سر جهنمه، روبرو در حادثه تروریستی سیاه‌کل 17 سرباز و روستایی توسط تروریست‌های فدایی خلق کشته می‌شوند، اما آقای داریوش اونها را نمی‌بینه و برای تروریست‌ها ترانه می‌خواند. ترانه علی کنکوری که با نام پنجره هم شناخته شده است، نیز با همان تیم جنتی و بابک بیات با صدای داریوش به منظور سیاه‌نمایی از حکومت ملی ایران اجرا می شود. با چشای بی فرو میونه راست و درو خودم آگاه میکنم توی این شهر شلو. در سال 52 داریوش بدون داشتن گواهینامه تصادف می‌کند و دوستش کامبیز علوی که کنارش نشسته بود از ناحیه چشم دچار نقص عضو می‌شود و 3 سال بعد داریوش بابت همین ماجرا روانه زندان می‌شود که در ادامه برنامه بهتون خواهیم گفت. در سال 52 بیشتر نشریات خبر شب‌نشینی‌ها و مصرف بی‌رویه مواد مخدر از طرف داریوش را منتشر می‌کنند. 3 بهمن 1352 هفته‌نامه سپید و سیاه می‌نویسد: سرنوشت داریوش رفیعی در انتظار داریوش است. در یکی از شب‌های هفته گذشته داریوش خواننده‌ای که با برنامه چشمک و 6 و 8 به مردم معرفی شد و به زودی لقب خواننده نسل جوان گرفت، قهرمان یک ماجرای تأسف‌آور شد. داریوش پس از اجرای برنامه‌اش در کاباره میامی به محفل دوستان خود که گویا یک بزم نیمه شبانه برپا کرده بودند رفت و پس از ساعتی نیمه‌های شب به حال اغما افتاد. دوستان داریوش او را فوراً به یک بیمارستان رساندند و در بیمارستان گفته شد که بیهوشی وی به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد مشروب و یکی از مواد ممنوعه بوده است و اضافه کردند که اگر او را چند دقیقه دیرتر می‌رساندند به احتمال قوی از این مسمومیت جان سالم به در نمی‌برد. داریوش از مدت‌ها پیش به شرکت در این گونه زنده‌داری‌ها پرداخته است و اگر هرچه زودتر به خود نیاید و دوستان ناباب خود را ترک نکند، بیم آن می‌رود که او نیز همچون داریوش رفیعی قربانی اشتباهات دوران جوانی خود شود و نه تنها صدای گرم و پرسوزش بلکه زندگیش را نیز از دست بدهد. داریوش رفیعی خواننده در سال 1335 به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. آقای داریوش در مصاحبه‌های گوناگون مدعی شدند پس از داستان اسیدپاشی که در ادامه برنامه بهتون خواهیم گفت، در بیمارستان بهشون زیادی مورفین تزریق کردن و ایشون معتاد شدن. اما داستان اسیدپاشی مربوط به سال 56 و آقای داریوش در سال 52 با پای خودشون به بیمارستان میرن تا ترک اعتیاد کنن. مجله سپید و سیاه 8 اسفند 1352. داریوش و ترک اعتیاد. این هفته داریوش خواننده‌ای که فعالیت خود را در یکی از کاباره‌ها از سر گرفته بود، در یکی از بیمارستان‌ها بستری شد تا اعتیاد خود را ترک کند. گویا این برای چندمین بار است که داریوش برای ترک اعتیاد بستری می‌شود و گویا این بار یک عشق تازه باعث شده تا او چنین تصمیمی بگیرد. در این روزها هر کس می‌خواست با داریوش تماس بگیرد به او می‌گفتند داریوش به سفر رفته است، در حالی که واقعیت این است که دکتر معالج او اجازه نداده داریوش با هیچ کس ملاقات بکند. خرداد 53 اتومبیل حامل داریوش و محمود قربانی کاباره‌دار و شوهر سابق گوگوش تصادف می‌کند و راننده کشته می‌شود. روزنامه‌های آن روز این چنین می‌نویسند: کیهان دوشنبه 20 خرداد 1353 در تصادف اتومبیل داریوش به شدت مجروح شد. در یک تصادف شدید که در جاده نیاوران تهران روی داد، اتومبیل حاوی داریوش خواننده و محمود قربانی شوهر سابق گوگوش از جاده منحرف شد. در این حادثه راننده اتومبیل که هویت او روشن نشده است کشته شد و داریوش و شوهر سابق گوگوش و مرد و زن دیگری که در اتومبیل بودند مجروح شدند. جراحات داریوش نسبتاً شدید است. در تیر ماه سال 53 در روزنامه کیهان اطلاعیه‌ای برای جمع آوری معتادان منتشر می شود.
دوشنبه 24 تیر 1353 دستور دستگیری کلیه معتادان صادر شد. سه‌شنبه 25 تیر 1353 هنرمندان معتاد معرفی می‌شوند. در نیمه نخست سال 53 داریوش 3 ترانه بر علیه حکومت ملی ایران می‌خواند. نخستین ترانه که بسیار هم جنجالی میباشد بوی خوب گندم بود که شعرش از شهریار قنبری و آهنگش را واروژان ارمنی می‌سازد. بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی کارم مال تو. یعنی به راستی تاکنون فکر کردید که چرا ترانه بوی خوب گندم از سوی شهریار قنبری ساخته و پرداخته شد؟ به توضیحات تیم رودست توجه بفرمایید. گندم برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است، زیرا خوراک اصلی ایرانیان نان است و نان از گندم درست می شود. در دهه 50 خورشیدی، درست زمانی که اروپا و آمریکا نیاز مردم ایران را به گندم حس کردند و سعی در بالا بردن قیمت گندم و فشار آوردن به شاهنشاه محمد رضا پهلوی داشتند، پادشاه فقید که بسیار در این موارد هوشمندانه عمل می کرد، با بالا بردن قیمت نفت سعی در کنترل قیمت‌های بی حساب و کتاب محصولات وارداتی داشت. پس این قضیه برای غرب از جمله عامل شورش 57 آمریکا بسیار گران تمام می‌شد. در اینجا به بخشی از مصاحبه پادشاه فقید در مورد بالا رفتن قیمت گندم توجه بفرمایید. Sure, because I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. The increasing price of oil is going to hit our balance of payments hard and maybe even cause our economy to stop growing altogether for a year or two. Is this really what you want? Many people watching you tonight, watching you talking to us now, many people in Britain, some of them cold, some of them quite poor, will be asking themselves what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Are you, does it in any way serve your interests to make the British economy suffer? Why against? First of all, it's not British economy. If you want to say anything, it should be the world economy. And this is not against, we're just defending our chips. Because for such a long time we have just been exploited, I can say that. And why don't you say that when the price of wheat was augmented by 300%, they had something against us. We had to buy it, or soybean, or steel products, or petrochemical products, which in some cases have augmented by 30 times. So, did you have anything against us? شوربختانه عده‌ای فرصت طلب که عقاید کمونیستی و چپگرا داشتند برای فریب ملت ایران دست به قلم می‌شوند و برای تشویش و انحراف اذهان عمومی و سوء استفاده از مردم ساده‌لوح بالا رفتن قیمت گندم را گردن حکومت ملی ایران انداختند. از جمله این فرصت طلبان شهریار قنبری بود که برای رسانه‌ای کردن ترانه بوی گندم به سراغ داریوش می‌رود. دقیقاً در زمانی که پادشاه فقید برای منافع ملی ایران قیمت نفت را بالا میبرد، افرادی چون داریوش با خواندن ترانه بوی خوب گندم در صدد برمیآیند تا در داخل کشور پیاده نظام استعمارگران شوند و پادشاه فقید را تحت فشار قرار دهند. نکته مهم اینجاست که این کشورهای غربی بودند نخست که قیمت گندم را بالا بردند و پادشاه فقید در پاسخ به آنها قیمت نفت را افزایش داد. دولت‌های استعمارگر با تمام توان در تمامی حوزه‌ها تلاش می‌کنند پادشاه ایران را تحت فشار قرار دهند تا قیمت نفت را پایین بیاورند. بدین منظور برای سیاه نمایی به سوی افراد بی‌هویتی چون داریوش که حالا شوخی به عنوان خواننده سیاسی مطرح شده‌اند می‌روند و مسئله گندم را که برای ملت ایران اهمیت دارد از زبان وی در جامعه وارونه جلوه می‌دهند تا بتوانند قیمت نفت را پایین بیاورند. البته اگر فکر کردید داریوش در آن زمان ندانسته یک چیزی خونده و الان هم پشیمونه، سخت در اشتباه هستید.
زیرا پس از شورش 57 حتی تا به امروز داریوش در توهم بوی خوب گندمه. داریوش پس از شورش 57 با خواندن ترانه مصلوب شعری از اردلان سرافراز دوباره یادی از بوی گندم می‌کند. در عذاب تشنگی کن حسرت من بوی گندم بر دلم داده شقایق از عذاب خلق مردم. در سال 1384 داریوش همچنان بر تفکرات پوسیده خود پافشاری می‌کند و با شعری از شهریار قنبلی در ترانه کار من دوباره یادی از بوی گندم می‌کند. ترانه مال مردم نط به نط پیدا ولی گم بود، تمام حسرت من بوی گندم بود. در سال 1389 داریوش با رفیق اصلانی که در روزهای نخست شورش 57 با گیتارش ترانه‌های کمونیستی اجرا می‌کرد، با شعری از روزبه بمانی شاعر داخل کشور که برای صدا و سیما هم شعر میگه، ترانه دیوار را اجرا می‌کند و میگوید برای اون یه وجب خاک همه دنیامون رو دادیم، ما برای بوی گندم خیلی چیزامون رو دادیم. آقای داریوش، شما که ظاهرا شرف هم نداشتید که بخواید بدهید، اما اون چیزی که بابت توهم بوی گندم شما از بین رفت ایران عزیزمان بود و جالب اینجاست که شما هنوز نفهمیدی و نخواهی فهمید که داستان گندم چی بود و شما چگونه بابت بوی گندم بازیچه استعمار جهانی شدید. ترانه دومی که داریوش در نیمه نخست سال 53 به منظور سیاه‌نمایی حکومت ملی ایران اجرا می‌کند بنبست نام دارد، با شعری از شاعر توده‌ای، ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی بابک بیات. توی این کوچه به دنیا اومدی، توی این کوچه داری پا میگیری، یه روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بست بمیری. اگر فکر کردید که آقای داریوش با گذر زمان پشیمان شده، سخت در اشتباهید و ایشان همچنان در مورد ترانه بنبست دست به سیاه نمایی میزنند و اینگونه میگویند. تمام اینا باهاش زندگی کردم. موقعی که من عرض کردم، موقعی که مثلا بنبست رو میخونم، در دوران جوانی میخونم، کودکی منو یادم میاره، کوچه بنبست زندگی منو یادم میاره، پدرمو یادم میاره، حادثه هایی که برای همسایم بوده یادم میاره، تهاجمی که میریزن تو خونه همسایم، شبانه میگیرنش، پلیس میگیره میزنتش، میبرنش، بعد از 6 ماه خبر اعدامشو میشنون میاره. آقای داریوش، بهتر نیست به جای کلیگویی و دروغ سرایی هاتون به مانند برنامه رودست جزئی و با سند بگویید ببینیم همسایتون نامشون چی بوده تا بفهمیم چی کار کرده و برای چی بردنش؟ بعدش هم که شما میگویید ترانه بنبست شما رو یاد پدرتون میندازه، آیا این مقصرش حکومت بود که پدر شما معتاد تشریف داشتن و احیانا با شما بد برخورد میکردن؟ آیا دق و دلی پدرتون رو باید سر یک مملکت خالی میکردید؟ هنوزم خجالت نمیکشید؟ ترانه سومی که داریوش به منظور سیاه‌نمایی اجرا می‌کند ترانه رهایی میباشد. آقای داریوش، به قول شما کفتر کشته پروندن نداره، پس از این همه دروغ دست بردارید. شما اون مملکت و پادشاه دلسوزش رو با این ترانه هاتون کشتید و هنوز هم دروغ میگویید و دست بردار نیستید.
در 6 شهریور 1353 داریوش به خاطر راه اندازی خانه‌ای به منظور کشیدن مواد با دوستانش بازداشت و روانه زندان می شود. هفته‌نامه اطلاعات هفتگی 8 شهریور 1353. داریوش دستگیر شد. چندی پیش شکایتی از طرف عده‌ای از اهالی خیابان زاهدی واقع در نیاوران تسلیم ماموران انتظامی شد، مبنی بر اینکه مدتی است خانه شماره 9 واقع در کوچه لیلا به وسیله چند جوان مجرد اجاره شده و مورد استفاده عده قاچاقچی و معتاد به مواد مخدر قرار گرفته است. ماموران مدتی خانه مورد بحث را تحت مراقبت قرار دادند و مسلم گردید عده معتاد به مواد مخدر به این خانه رفت و آمد می‌کنند. از این رو ساعت 4 بعد از ظهر روز 6 شهریور با تشریفات قانونی منزل مزبور بازرسی گردید و مشاهده شد که عده‌ای جوان به کشیدن تریاک و حشیش مشغول می‌باشند. این افراد که بین آنها داریوش خواننده نیز به چشم می‌خورد دستگیر شدند و در بازرسی از این خانه مقدار 46 سانت هروئین، 175 گرم تریاک و 25 گرم حشیش و 2 عدد وافور و کاغذهای آغشته به گرد هروئین کشف و ضبط شد. در تحقیقاتی که به عمل آمد مشخص گردید که خانه مورد بحث به وسیله داریوش اقبالی و یکی از دوستانش که معتاد میباشند اجاره و بساط استعمال مواد مخدر در آن گسترده شده است. داریوش در 6 شهریور 1353 دستگیر می‌گردد و در 30 فروردین 1354 از زندان آزاد می‌گردد. یعنی در مجموع 7 ماه و 24 روز در زندان بوده است، اما همه جا به دروغ میگوید که 1 سال در زندان بوده است. آقای داریوش در همه جا به دروغ میگوید که بابت ترانه‌هایی که در سال 53 خونده دستگیر و روانه زندان شدند و بابت ترانه بوی خوب گندم از سوی ساواک بسیار مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. تیم رودست موفق شد بازجوی خود آقای داریوش اقبالی رو در ساواک پیدا کنه و باهاش گفتگو کنه و از حقیقت ماجرا آگاه بشه، اما ایشان بابت کهولت سن نتونستن مصاحبه کنن و برای همین ما به سراغ رهبر عملیات ساواک جناب احمد فراستی به عنوان یکی از مقامات ارشد ساواک رفتیم و از ایشان در مورد حضور داریوش در ساواک پرسیدیم و ایشان اینگونه پاسخ دادن. و اون جبر اون زمان به اصطلاح روشنفکر نمایی و چپگرایی به نوعی مد بود و شناسان مردم برای خودشون درست میکردن بین هنرمندا و کلا افرادی که میخواستن بگن که ما روشنفکر هستیم و آگاهی داریم. به این تب در بین ترانه سرایان هم به وجود آمد و هر ترانه‌ای که بوی چپی میداد بیشتر به اصطلاح حوزش بود. در این ترانه هایی که جناب داریوش اقبالی خوندن 2-3 ترانه هستش که سوال برانگیز بودش. مهمترینش این ترانه بوی گندم بود که پس از اصلاحات ارضی چنین چیزی خوندن یه مقداری دور از واقعیت جامعه بود و در حقیقت به این گونه بود که آقایونی که املاکشون رو از دست داده بودن و بین کشاورزان تقسیم شده بود طبیعتاً مقدار زیادی عقده و ناراحتی داشتن و اگر هم به چپگرایان اون زمان و حتی برخی از این آقایون تروریستان ملاحظه کنیم میبینیم که فرزندان همون مالکین هم. به هر حال این مالکان با تمهیداتی که بهتره که بیان نکنن تلاش میکردن که بین ترانه سرایان بقبولونن که این گونه ترانه ها در مخالفت با اون سیستم به اصطلاح درست بشه و آهنگ روش گذاشته بشه و بدن بخونن. البته اگر توجه بفرمایید تقریبا هیچ خواننده دیگری نشانی نیست ازش که این گونه ترانه ها رو خونده باشه به جز آقای داریوش اقبالی و اون داستان ترانه جمعه هم البته به هیچ روی سیاسی نبوده. آقای شهریار قنبری توضیح دادن که من اصلا این آهنگ این ترانه رو برای چی گفته بودم که مسئله روی سیاسی اصلا نداشتش. به هر روی این ترانه بوی گندم یه مقداری سوال برانگیز بود، مسئله برانگیز بود و 2 تا ترانه، 1-2 ترانه دیگه هم بود که نمیدونم تو پوست پلنگ پوشی من دستم پر تاول و غیره.
چیزی که اینجا برای من جالبه اینه که این ترانه ها در اون زمان متداول نبود بین مردمی که ایشون مخاطبش بودش. یعنی ایشون تصور میکنه که مخاطبشون هستن. اون کسی که دستش تاول زده ترانه سوسن و آقاسی و تاجیک و فیروزه و گیتا و اینها رو گوش میکرد. به این ترانه ها نمیرسید. این ترانه ها در کجا خونده میشد؟ در کاباره ها، در کاباره مثل کاباره میامه، در اونجا خونده میشد، در پارتی ها و جشن های پولدارا خونده میشد که ایشون رو دعوت میکردن باز برای همون چشم و همچشمی و پوز دادن به هم دیگه این ترانه رو میخوندن. یعنی وقتی که ایشون فرض در کاباره میامه این رو میخوند، اون کسانی که اونجا بودن کسانی بودن که مینیمم کم کم پول میزشون اون شب 2000 تومان میشد که 2000 تومان میشه نزدیک الان 7 میلیون مثلا امروز. و اونها براشون مهم نبود، همه آدمای پولداری بودن. پس این ترانه رو برای اونها برای چی میخوندش اگه برای مخاطبینش مردم بودن؟ در کدوم ده و روستا و یا چه میدونم یک جای هنرمندان رفت ایشون و برای مردم خوند؟ باز یک برنامه‌ای بود در اون زمان، هنر در خدمت مردم یا همچین چیزی بود که خانم هایده مهستی، گوگوش، غیره و غیره میرفتن در نازی‌آباد، ولی‌آباد، اون جنوب شهر برای مردم ترانه میخوندن، آهنگ پخش میکردن، ترانه‌هاشون رو میخوندن. به هر روی منظورم اینه که مخاطبین ایشون مشتی سرمایه‌دار و پولدار اون زمان بودن و نه مشتی مردمی که دستهاشون تاول زده باشه. اما در موردی که ایشون مدعی هستن که به وسیله ساواک دستگیر شدن، این دروغ محض. کل ماجرا از این قرار هست که ایشان یک بار به سازمان امنیت احضار شدن، برای مدت حداکثر 1 ساعت 1 ساعت و نیم وقتش گرفته شد و به ایشون تفهیم شد که الان اصلاحات ارضی شده و الان کشاورز صاحب زمینش هستش و این ترانه‌ای که شما داری میخونی این مربوط میتونه باشه به گذشته. اگر هم مالکینی به اصطلاح میاد تو اون کافه‌های آنچنانی که کاباره‌های آنچنانی تهران و گلریزان میکنن، گلریزان یعنی اصطلاحی است که بین خواننده‌ها هست که پول همینجوری میدن بهش. حالا هر کشوری یا هر مملکتی برای خودش هم یک رسمی داره، مثلا در یونان بشقاب میشکنن، در ترکیه پول میدیدن، در ایران هم به طور خصوصی به گونه‌ای کمک میکردن و پول میدادن که بهش میگن گلریزان. و اگر گلریزان هم برات میکنن توجه داشته باش که اینها همون کسانی هستن که زمین‌هاشون رو دولت پول بهشون داده و اینها همون اربابانی هستن که عقده اینو دارن که چرا رعیتشون به زمین رسیده. بهتره که شما وقتی که این ترانه رو میخوای بخونی، البته ایشون قبلش عنوان کرد که آخه مردم از من تواضع میکنن، گفتم بهتره که میخوای بخونی توضیح بده که این ترانه در اصل مربوط میشه به پیش از اصلاحات ارضی و متن شعر این ترانه به اون مربوطه، نه به زمان حال. اونم قبول کرد و رفت و یکی دو شبم، یک شب مثل که این جمله رو گفت، بعد شب‌های دیگری که در کاباره میخوند اصلا از بیانش خودداری کرد و برای بار دوم ایشون احضار شد و باز بهش تذکر داده شد که بهتره که این کار رو بکنی و شما نخواستی که اینو بگی، چرا نگفتی؟ و ازش به اصطلاح یه مقداری توضیح خواستن، یه مقداری هم تذکر دادن بهش که لطف کن و این کار رو انجام بده. که در گزارشی که اون مصاحبه کننده با ایشون، گفتگو کننده با ایشون به ساواک داد، نوشت که ایشون در این دوباری که من باهاش صحبت کردم میتوانم بگویم که در این سروبی که با ایشون حرف زدم نیم ساعتش ایشون نمیفهمید، در شرایطی نبود که بفهمه از نظر جسمی و تصورش و این نظر اون گفتگو کننده بود که گفت تصور میکنم که این کسانی که میان و این اشعار رو بهشون میدن با تمهیداتی که از جانب دیگری دارن، از کسانی دیگری دارن، این تمهیداتو عمدن از حالت غیر نرمال ایشون استفاده میکنن و از اون مسئله دارن بهره برداری میکنن، چون ایشون تقریبا در حالت نرمالی نمیتونه باشه و تصورم نمیکنم که حرفای من فهمیده باشه. به حال ایشون میگه آره مردمی که میان میخوان از من، که منظورشون مردم همون توی کاباره‌های گران قیمت تهران بودن. این که ایشون میفهمن که به خاطر ساواک ایشون دستگیر کرده، اولا ایشون ببخشید مجبورم بگم میدونن همه یه آدم معتادی بوده، صبح تا شب پای منقل بوده و پای کشیدن بوده و در اندازه ای نبود که بخواد یک آدم سیاسی یا آدم امنیتی باشه یا حتی سیاسی باشه و تفکر سیاسی داشته باشه
و این مطلبشون شدیداً تکذیب میشه. خود هنرمندان گذشته هم این رو تکذیب کردن که ایشون هرگز دستگیر به خاطر مسائل امنیتی نشده. از جمله اونها به صراحت آقای اسفندیار منفردزاده در یک برنامه تلویزیونی اومدن، چون خود ایشون در جریان، خود آقای منفردزاده در جریان اون داستان آقای گل سرخی و غیره یه مدت کوتاهی در زندان بودن به دلایلی که همراهی کرده بودن با اونها و ایشون گفت اصلا همچین چیزی که میگه نیست، من همیشه میدونستم که داریوش کجاست و همیشه هم خبر داشتم و همچین اتفاقی نیفتاده هرگز. این داستانهای من رو دستگیر کردم برای این هستش که برای خودش وجهی در خارج از کشور درست کنه و خودش به اصطلاح جزء انقلابیون نشون بده. الان هم تقریبا فهمیده که اون انقلابیون هم که دست گلی با اون تو کشور یه مقداری سعی میکنه که پرهیز کنه از بیان این چیزا. به حال این داستان ایشون اینه، ایشون هیچ وقت به خاطر مسائل امنیتی دستگیر نشد یا به وسیله سازمان امنیت دستگیر نشد، به خاطر مواد مخدر دستگیر شد. همان گونه که مشاهده کردید داریوش فقط 2 بار و هر بار 1 ساعت در ساواک حضور پیدا می کند و از ایشان خواهش می شود که هرگاه بوی گندم را می‌خواند بگوید که این مسئله برای پیش از انقلاب سفید است. البته داریوش هرگز این کار را نمی‌کند و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید. اگر آقای داریوش فکر می‌کند که تیم رودست یا رهبر عملیات ساواک دروغ می‌گوید، با سندی ما را رسوا کند یا اینکه در یک برنامه‌ای با ما به مناظره بنشیند تا روشن شود چه کسی به ملت ایران عمری دروغ گفته است. پس از این ماجرا آقای داریوش و آقای ایرج جنتی بابت چاپلوسی و پوشاندن این مواد کشیدنشون 2 ترانه را برای حکومت ملی ایران به میل خودشون اجرا میکنن که انصافاً هم بسیار زیبا اجرا کردن. ترانه نخست نامش طلایه دار است. ای بزرگ موندنی، ای طلایه دار روز، سایه گستر رو تنه از گذشته تا هنوز. ترانه دوم هم رسول رستاخیز نام دارد. ای ابر مرد مشرقی ای کوه، ای نگهبان قدسی خورشید، روشنای آتش زرتشت. ولی داریوش امروز مدعی است که این 2 ترانه را تحت فشار ساواک خوانده است که ما در مصاحبه‌ای با رهبر عملیات ساواک این مورد را جویا شدیم و جناب فراستی این ادعا را قاطعانه رد کردند. ببینید این جناب جنتی عطایی، این ببین آخوندهای ما الان 1400 سال عقبن، یعنی در 1400 سال پیش زندگی میکنن. جناب جنتی عطایی هم در 50 سال پیش جا زده و مونده. ایشان همون کسی هستن که برای تروریستای سیاه‌کل میان جلسه تشکیل میدن و روزای 19 بهمن ماه سینه میزنن و غیره. ایشون در 50 سال پیش رسوب کرده مونده از دیدگاه من. هرگز ساواک، آخه میخوام مگه شاعر قحطی بود، ترانه‌سرا قحطی بود که حتما بیان به ایشونی که اون زمان حتی تو برنامه ارتش هم برنامه داشت قبلا یا خودش بود برادرش یکیشون بود و آیا بیاد به ایشون بگه خب نمیتونست شاعر دیگری بگه که اینجور این حرفا رو نزنن؟ بعدم ایشون چرا بدین حرفا رو حالا میزنه؟ چرا اون زمان، چرا حتی اون اوایل انقلاب این حرفا رو نزد؟ چرا حالا که این گذشته و نه مدرکی است نه سندی است نه کارمند ساواکی هستش که ازش بپرسیم ایشون میگه؟ من به شما مینویسم میدم که حتی اگر از بپرسید چجوری به شما فشار آوردن، میخوام ببینم چه جوابی داره بده، چه کارش کردن که این مجبور بشه چنین چیزی رو بگه. بعد مگه میشه شعر و ترانه رو به زور به کسی گفت بگو؟ یعنی الان شما به عنوان یکی از مقامات ارشد ساواک این مسئله رو رد میکنید که ساواک و ترانه رسول رستاخیز و طلایه دار رو به داریوش و آقای ایرج جنتی فشار آورد تا اینا بخونن و اجراش بکنن. اون که 100% رده به یک دلیل خاصی. اولا ساواک در این کارها اصلا دخالت نمی‌کرد. این کار مربوط بود به اداره یک وزارتخانه‌ای به نام وزارت اطلاعات
و وزارت اطلاعات بود که با این آقایون هنرمندها در تماس بود و حالا باشون ایراد میگرفت، ایراد نمیگرفت و یا تذکر میداد یا ازشون چیزی میخواست یا پولی بهشون میداد، اون مربوط به وزارت اطلاعات. سازمان امنیت در این مسائل اصلا نمیتونست دخالت کنه، چون فرصت این که بیایم به این دخالت کنیم نداشتیم. علت این دوبار احضار آقای داریوش هم این بود که وزارت اطلاعات به ما گفت که ما به ایشون تذکر دادیم، ایشون یه خود به اصطلاح گوش نکرده یا یادش میره یا دلایل خاص بدنی و روحیش هستش که یادش میره. ما میخوایم یه کمی این بیشتر جدی بگیره مسئله رو، که خواهش کرده بودن که ما احضار کنیم و بهش این خواسته رو بگیم که آقا تنها برگرد اونجا بگو که این ترانه مربوط میشه به قبل از اصلاحات ارضی، که ایشون هم میگفت آخه مردم از اون حالتش هم میگفت مردم از من میخواد و تقریبا هم میتوانم بگم که اصلا نفهمیدن که چی بهش گفته شد، چون در حالت عادی هرگز اون زمان نبودن. پس که این تا آقای داریوش کلا نزدیک به 2 ساعت در 2 مرحله در ساواک مورد پرسجو شدن، هیچ ترانه‌ای هم ساواک از اینا نخواسته که بخونه. پرسجو نشدن، ازشون خواهش شد که خواهش میکنیم شما این گونه این پیش به اصطلاح مقدمه رو قبلا بیان کن و بخون بعد اون آهنگو این ترانه تو. در سال 1355 آقای داریوش بابت تصادفی که در سال 52 بدون داشتن گواهینامه انجام میده و باعث نقص عضو دوستش کامبیز علوی می شود، بازداشت و روانه زندان قصر می شود و 1 ماهی رو اونجا به سر می برد. هفته‌نامه جوانان دوشنبه 22 شهریور 1355. پرونده داریوش همراه رضایتنامه به دیوان عالی ارسال شد. هفته گذشته داریوش خواننده مشهور به دنبال ماجرای تصادف منجر به نقص عضو در 3 سال قبل و محکومیت به 6 ماه زندان به وسیله ماموران پلیس دستگیر و روانه زندان شد. خبرنگاران حوادث شهری مجله جوانان که از زمان تصادف تا روز انتقال داریوش به زندان ناظر مراحل مختلف دادرسی و تلاش داریوش برای جلوگیری از زندانی شدنش بودند، در اردیبهشت ماه سال 1352 در 1 نیم شب هنگامی که داریوش در اوج شهرت و محبوبیت و با اتومبیل شخصی بدون گواهینامه در حال رانندگی بود، تصادف کرد و کامبیز علوی دوستش که در کنار او نشسته بود به شدت مجروح شد، به طوری که جراحت کامبیز علوی در ناحیه چشم شدت زیادی داشت و منجر به نقص عضو وی گردید. اولین محکومیت در این باره پرونده‌ای تشکیل شد که به موجب آن داریوش در مرحله اول به جرم رانندگی بدون گواهینامه در شورای داوری به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. بعد پرونده به خاطر نقص عضو علوی به دادسرا رفت و مراحل قانونی خود را طی کرد. نکته جالب در این ماجرا این بود که علوی اتفاقاً از آشنایان داریوش هم بود. در لحظه تصادف فقط چند روز از سن قانونی کمتر داشت و به همین دلیل داریوش از پدرش رضایتنامه گرفت. اما کامبیز علوی وقتی چند روز بعد به سن قانونی رسید شخصاً از داریوش شکایت کرد و خودش هم از طرف پزشک قانونی معاینه شد و نقص عضو چشم او تایید گردید. در نتیجه داریوش در دادگاه به 6 ماه زندان محکوم شد. در این هنگام آقای معتمدی وکیل داریوش به رأی دادگاه اعتراض کرد و پرونده به دادگاه استان رفت، اما چون شاکی حاضر به گذشت نبود در این دادگاه نیز محکومیت 6 ماه داریوش تایید شد. آقای داریوش خجالت نکشی یا بیا بگو نداشتن گواهینامه و رانندگی و مجروح کردن چشم دوستت کامبیز علوی و همه اینا کار ساواک بوده. شما که در دروغ سرایی ید طولایی داری. و هر روی آقای داریوش 1 ماه بعد با رضایت آقای کامبیز علوی از زندان آزاد می شود. هفته‌نامه جوانان دوشنبه 5 مهر 1355. داریوش آزاد شد. در اوایل هفته گذشته سرانجام داریوش که به جرم تصادف و ایجاد نقص عضو برای کامبیز علوی محکوم به 6 ماه زندان شده و در زندان به سر می برد آزاد شد. آزادی داریوش به علت دادن رضایتنامه از سوی کامبیز علوی بود. داریوش حالا می تواند با روحیه بهتری به کارهای تازه در زمینه امور سینمایی و خوانندگی مشغول شود. آقای داریوش ید طولایی در کلاهبرداری‌های هنری دارد که به همین دلیل در تلویزیون ملی جناب قطبی صدای داریوش را برای مدتی پخش نمی کند. اما داریوش همچنان به دروغ می گوید به خاطر ترانه‌های سیاسیش
ممنوع صدا شده بود. ترانه رهگذر عمر به سفارش تلویزیون ملی ایران به بابک افشار آهنگساز داده می شود تا ایشان با صدای داریوش این ترانه را بسازد، اما آقای داریوش این ترانه را می‌دزده و میفروشه به شرکت آپلون متعلق به برادران بیبیان. رهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک، رهگذار عمر راهی بر فضای دوریا نزدیک. شرح ماجرا را از زبان خود آقای بابک افشار آهنگساز ترانه رهگذر عمر داشته باشیم. رهگذر عمر رو شعرش و تورش گفته بود. برنامه مال سریال مقبلینامی بود، تلویزیون به ما سفارش داده بود، مهندس قطبی سفارش داده بود که یه آهنگ بسازیم با صدای داریوش. سریالش هم اینه، رهگذر عمر. رهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک، رهگذار عمر راهی بر فضای دوریا نزدیک. کس نمی‌داند کدامین روز می آید، کس نمی‌داند کدامین روز می میرد. منچه چشمازرم نه، ناصر چشمازر تنظیم کرده بود. داریوش اومد اینو خوند روی نوار کاست. من داریوش اینو ببر خور تمرین کن، فارسیاشو بگیر، بیا هفته دیگه بخون اینو، تلویزیون احتیاج داره بسنی زود بده. رفت فروخت اون کاست رو، آزمایشی خونده بود، رفت فروخت به آرگامان نمیدونم چی بیبیان. یه وقت دیدم سر ستای قطبی در اومده، آقا شما میگه شرف ندارین. من گفتم آقا چی شده؟ گویا آهنگو چرا پخش کردین شما؟ میگه مال شماست این. گفتم والا من روحم هم خبر نداره، این اینجوریه، این اومده بخون. یه کاپی دادم بهش بره تمرین بکنه، این آهنگ درست نیست. 2 سال داریوش راه ندادن تلویزیون سر این قضیه. خیلی بانمکی نه؟ خیلی آدمای بانمکی هستیم. آقا ما آزادی داشتیم، آگاهی نداشتیم زندگی. خیلی ملت ناآگاهی بودیم، هممون هم فکر کنیم داریم، یه جوری رفتار میکردیم که ما میشناسیم میدونیم چیه. حالا جالب اینجاست که آقای داریوش این ترانه دزدیشون رو فقط به شرکت آپلون بیبیان نمیفروشه و همزمان به شرکت ایرج گلپا که متعلق به ایرج خواننده است میفروشد و باعث میشود که شرکت آپلون بیبیان و شرکت ایرج گلپای آقای ایرج از یکدیگر شکایت کنند. هفته‌نامه جوانان، دوشنبه 29 شهریور 1355، شماره 513. مصاحبه با داریوش درباره تصادف و شکایت کمپانی‌ها. خبرنگار ما در تحقیقات پیرامون پرونده شکایت کمپانی‌های نوارزنی به 3 قرارداد با داریوش برخورد کردند. قرارداد اول بین داریوش و شرکت آپولون ثبت شده است و در آن داریوش امتیاز تمامی آهنگ‌هایش را به این شرکت واگذار کرده است. داریوش می‌گفت این قرارداد را شفاهاً فسخ کردم، ولی شرکت آپولون مدعی است که در قرارداد ذکر شده اگر آن را به صورت رسمی فسخ نکنند خود به خود برای مدت 2 سال دیگر تجدید می شود. دوم قراردادی است که داریوش وکالتی به ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای خود داده که آهنگهایش را به هر کمپانی که خواست واگذار کند. ایرج جنتی عطایی هم از طرف داریوش این آهنگها را به کمپانی آپولون واگذار کرده است. ضمناً جنتی عطایی طبق سند دیگری آهنگهای داریوش را به کمپانی لیماسو واگذار کرده است. سوم قراردادی است که بین داریوش و کمپانی آپولون امضا شده ولی ثبت نشده است. طبق این قرارداد داریوش آهنگهای خود را بدون تاریخ به آپولون واگذار کرده است. به این ترتیب داریوش باید جوابگوی این 3 قرارداد باشد که در یکی از آنها پای جنتی عطایی که از جانب داریوش با 2 کمپانی متفاوت قرارداد بسته است احتمالاً به میان کشیده خواهد شد. البته آقای داریوش از این نوع کلاهبرداری ها زیاد داشتند. در همان زمان ماشینی میخرند و چک بی‌محل میکشند. داریوش اتومبیلی را از یک فروشگاه اتومبیل که متعلق به شخصی به نام حسین لطیفی بوده میخرد و در ازایش خودرو کهنه خود را میدهد و مابقی پول را به صورت چک میپردازد، ولی چک ها برگشت میخورند. در این برگه از روزنامه که تیم رو دست به دست آورده و نمیداند متعلق به کدام روزنامه میباشد نوشته شده
شاکی 1.5 سال به دنبال پولش بوده ولی موفق به وصول پول نشده و بارها با داریوش تماس گرفته ولی داریوش پاسخ وی را نداده و در نهایت شاکی مجبور شده از داریوش شکایت کند. البته داستان کلاهبرداری آقای داریوش به همین جا هم ختم نمی شود. آقای داریوش در همان زمان و همزمان با این کلاهبرداریشون کلاه آقای پرویز حجازی کاباردار معروف و تهیه کننده سینما را هم بر می دارد و کلی پول به جیب می زند. شرح ماجرا را از جراید آن روز داشته باشید. هفته‌نامه جوانان، دوشنبه 12 مهر 1355. سومین شکایت از داریوش به اتهام نقض عهد و ضرر و زیان. پرویز حجازی، کاباردار معروف، هفته گذشته علیه داریوش خواننده جوان به اتهام نقض عهد و ضرر و زیان شکایتی تسلیم دادستان تهران نمود. بدین ترتیب داریوش از حیث شکایت و رفت آمد به دادسرا رکورد تازه‌ای آورده است. حجازی درباره شکایت خود به خبرنگار جوانان در دادسرا گفت چندی پیش برای بازی در فیلم تازه‌ای به نام امشب اشکی می‌ریزد با داریوش قرارداد بستیم. داریوش که در این فیلم با آیلین هم بازی می‌شود مبلغ 150,000 تومان دستمزد مطالبه نمود که 100,000 تومان نقداً پرداخت شد و ضمناً قرار گذاشتیم اگر فروش فیلم از 1 میلیون تجاوز کرد پورسانتاژی از آن محل هم بگیرد. همه اکیپ نیز برای فیلم برداری راهی چالوس شدند. در همین روزها داریوش به خاطر شکایت دوست خود کامبیز علوی به اتهام تصادف و نقض عضو به زندان افتاد و طبق مذاکرات تازه قرار شد بلافاصله بعد از آزادی وی از زندان فیلم برداری آغاز شود. خوشبختانه مشکل داریوش حل گردید و از زندان هم آزاد شد و من بلافاصله اکیپ را به چالوس فرستادم ولی ناگهان داریوش خود را از من پنهان نمود و هر کجا هم برایش پیغام دادم خودی نشان نداد و من مجبور شدم مرتب خرج اکیپ را بدهم و تا به امروز حدود 1 میلیون تومان سرمایه‌ام در خطر افتاده است. ناچار وقتی کاملا ناامید شدم شکایتی تنظیم نموده و با ادعای 500,000 میلیون خسارت از داریوش تسلیم دادستانی کردم تا قانون در این راه به کمک من بشتابد. داریوش علاوه بر شکایت پرویز حجازی با شکایت مؤسسات صفحه پرکنی آپولون و لیماسو هم به اتهام معامله معارض روبرو است. ترانه دوزی دیگر آقای داریوش مربوط میشه به ترانه آسمان با من و تو قهره که شعرش برای آقای تورج نگهبان بود و خوانندگیشو خانم محسی انجام داده بود میشود و ایشان این ترانه را میدوزه. شرح ماجرا را از زبان خود تورج نگهبان شاعر اثر داشته باشیم. این یه داستان جالبی داره، خوب سوالش میکنی. من برادرم خدایش بیامرزد فرماندار اصفهان بود که بعدها استاندار سمنان شد و بعدم معاون وزارت کشور. ایشون در اونجا که بود عید من رفتم پلوش رفتم. بعد تا هم هتل شاه عباس به من گفت تورج یه آقای اومده به اسم اقبالی محمود با خانمش فرشته میرفخرایی اینجا هستن، آدمای خوبی به نظر من رسیدن، دلشون میخواد با تو آشنا بشن. بعد گفتن ما یه پسری داریم به اسم داریوش. شب دعوت کردن رفتیم اونجا. بعد دیدیم یه جوون سیاه‌سفید خیلی با نمک خوبی اومد گفتن داریوش اینه و یه سینی دستش گرفت اون در آسمان عشق من نوری نمیتابد چرا. اینو خوندیدم عجب ویبر قشنگی داره صداش. داریوش اومد که ما داستانش دیگه نمیخوام خلاصه بگم چون فکر میکرد که من دوستش دارم. ما یه وقت متوجه شدیم، من تلفن کردم که نصف شبی داریوش اومده تو استودیو پاپ، در از بالا گفته بستن و اینو خونده، ارکسترم آورده خونده. بعد گفتم داریوش آقا شما که خودت معرف ما بودی میدونم دعوام نمی کنی. ما رفتیم خوندیم. البته از این نوع بدقولی ها و کلاهبرداری ها آقای داریوش بسیار داشتند. به طور مثال در سال 1996 کنسرتش را با علیرضا امیرقاسمی و مسعود جمالی لغو می کند به دلایل نامشخص که منجر به نارضایتی مردم می شود. آقای داریوش برای نجات از این مخمسه یک کنفرانس خبری راه میندازن تا تمام تقصیراتشون رو به گردن دیگران و کنسرتگزاران بذارن که فیلم کامل این کنفرانس به وسیله تیم رودست در پیج فیسبوک منتشر شده است. من حرفم از شما فقط همین می‌خواستم جواب بدم. شما یک طرفه نرفتیم، یک طرفه رفتیم در
رادیو شما یک طرف رضاقت از شما دعوت شد که دختر نیومد. من امشب حاضرم با شما با هم بریم رو رادیو. جان؟ که آقای مارک ماندر اینجا برای خانم رابش شده. شما خودتون به کیوین اوکانر 1500 دلار پول دادید که ضبط صدا رو برای خود شما بکنن. این رو خودتون میدونید. شاهدش هم هست که شما 1500 دلار به کیوین اوکانر پول دادید. بله خود کیوین اوکانر میگه اونجا داره 5 تا شاهد چرا؟ از خود کیوین اوکانر و ضبط صدا بپرسید که اونجا گروه دیگه ای بوده خریده بشه. ولی شواهد بعد از من الان دارم متوجه میشم نه اصلا دستیسه بوده این برنامه اجرا نشد. بله میخوام مشخص خریدن یک مسئله ساده بود. به من جواب رد فقط ایگنور شدن بود و همین بس. و من خیلی خوشحالم در استودیوی صدا برداری این دیالوگ رد و بدل شده که آقای امیرقاسمی اینجا تشریف دارن همکارشون و دو تا مسئله دیگه که اونا اگر داشت باشه که من روی صحنه ریشه به ریشه داریوش خواهیم زد. یعنی چی؟ یعنی بچه ها رو نخواهیم گذاشت روی صحنه بیاد. یا شما دارین نقشه‌های دیگه ساپورت میشین راجع به نقشه ایران برای نقشه ایران خواسته بودم، پرچم خواسته بودم یا غیر این چیزه. من خانواده‌ای که مطمئناً این رژیم نمی‌تونه نقش داشته باشه. ولی شما با هر باز نمی‌تونید. من خانواده خیلی شما نمی‌تونید. خانواده‌ای من از خانواده‌ای اومدم که ایرانی هست و رژیم امروز ایران به هیچ عنوان این خانواده را قبول نداره. این فیلم به خوبی ماهیت نه تنها داریوش بلکه تمامی افراد حاضر را نشان می‌دهد. و جالب اینجاست تمامی افرادی که در این فیلم هستند بارها با هم دعوا و سپس آشتی کردند. همین آقای امیرقاسمی و داریوش که از خجالت هم خوب در میآیند در جایی آشتی میکنن، قربان صدقه همدیگه میرن و برنامه آنکات را با هم اجرا میکنن. داریوش در سال 1355 با نشریه جوان در باب کلاهبرداری خودش گفتگو می‌کند و این چنین می‌گوید: هفته‌نامه جوانان دوشنبه 8 آذر 1355. خبرنگار: بالاخره ماجرای اختلاف و درگیری تو با کمپانی‌های نوار چه شد؟ ماجرای رأی دادگاه و تقاضای اعاده دادرسی تو در مورد حادثه تصادف دوست قدیمیت کامبیز به کجا کشید؟ آیا موفق شدی از این درگیری‌ها خلاص شوی؟ داریوش: خب می‌دانید که مرتب خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا با کمپانی‌های نوار درگیر هستند و کمپانی‌ها به ضرورت‌های تجارتی پای ما را هم به جنجال می‌کشند و مسلماً آنها زیاد کاری به کیفیت کار ندارند. ولی به هر حال کم کم در این زمینه ضوابطی به وجود آمده که می‌تواند مشکلات را حل کند و مسلماً تا روابط و قراردادهای معمول و ضابطه‌ها بین خواننده‌ها و کمپانی‌های نوار راه استوار و پابرجایی نگیرند، این درگیری‌ها و شکایت‌ها ادامه خواهد داشت. یعنی آدم از این پرروتر هم میشه که خودش کلاهبرداری میکنه، بعد در مصاحبه میگه آره دیگه پای ما خواننده‌ها هم به وسط ماجراها باز میکنن. آقای داریوش، چرا پای دیگر خوانندگان به این گونه ماجراها باز نمیشد؟ نه، مشکل از خود تو بود. در سال 1355 داریوش ترانه شقایق را با شعری از اردلان سرافراز برای تروریست خسرو گل سرخی می‌خواند و با این ترانه باعث محبوب شدن یک بیمار روانی در جامعه می‌شود. دلم مثل دلت خونه شقایق، چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن آسون شقایق.
اما دوست دختر قاپ زدن داریوش از بهروز وثوقی که مربوط به خانم گوگوش هم میشه از اون داستانهای جالب است. پوریه بنایی نامزد بهروز وثوقی است. گوگوش که همسر محمود قربانی است ارتباط مخفی با بهروز وثوقی دارد و در نهایت به پوریه بنایی خیانت می‌کند و از همسر خود جدا می‌شود و با بهروز وثوقی ازدواج می‌کند. ولی بعد از 1 سال بهروز می‌فهمد گوگوش روابط مخفی با داریوش دارد و سر همین مسئله با داریوش دعوا می‌کند. سپس بهروز گوگوش را طلاق می‌دهد و گوگوش با داریوش ارتباط عاشقانه، برخی‌ها می‌گویند ازدواج کردند، برقرار می‌کنند، ولی رابطه آنان 1 سال بیشتر طول نمی‌کشد. در این بخش برنامه به ماجرای اسیدپاشی با آقای داریوش می‌پردازیم. هفته‌نامه اطلاعات هفتگی جمعه 4 شهریور 1356. ماجرای زنی که بر روی داریوش اسید می‌پاشد. چهارشنبه شب گذشته هنگامی که داریوش خواننده رادیو و تلویزیون سرگرم اجرای برنامه در کاباره‌ای واقع در اتوبان تهران کرج بود، ناگهان زنی از میان مشتریان کاباره به طرف داریوش حمله برده و ظرف محتوی اسید را به سر و روی داریوش می‌پاشد. چند ساعت پس از وقوع این حادثه سرویس هنری و حوادث مجله به پیگیری این واقعه می‌پردازد. اما دلیل اسیدپاش که خانم مریم شفیعی سامانی باشد 2 روایت دارد که هر 2 روایت را به صورت کوتاه از بچه‌های رودست میشنویم. روایت نخست: مریم عاشق داریوش بوده و از همسرش جدا می شود و با مهریه شوهرش که نزدیک 300,000 تومان آن زمان بوده سراغ داریوش می رود و مدتی با داریوش ارتباط دارد و داریوش هفته‌ای چند شب به آپارتمان مریم می رفته. در یک شب مریم متوجه می شود داریوش عکس‌های گوگوش را در کیفش دارد و سر این موضوع با یکدیگر دعوایشان می شود و داریوش به مریم می گوید به تو ربطی ندارد، من عاشق گوگوش هستم و مریم داریوش را از خانه بیرون می کند. چند شب بعد داریوش برای آشتی پیش مریم می آید ولی مریم در را باز نمی کند و در خلوت خود تصمیم به انتقام می گیرد. روایت دوم: گفته می شود مریم ساقی داریوش بوده و داریوش از وی مواد تهیه می کرده ولی داریوش پول وی را نمی داده. عدم پرداخت پول و کلاهبرداری های داریوش و حتی خواندن ترانه سیاسی برای پول چیزی نیست که بشود انکارش کرد. مریم که خود دلال مواد بوده به خاطر پول مواد به رئیسش بدهکار می شود و رئیس وی ایشان را تهدید به کشتن با اسید می کند و مریم تحت فشار روانی در نهایت تصمیم میگیرد که اگر قرار است با اسید کشته شود باید داریوش نیز این درد را بکشد و با وجود اینکه میدانسته کاباره یک در خروجی بیشتر ندارد دل را به دریا میزند و اسید را بر روی صورت داریوش میپاشد. پس از بازداشت وکیل مریم و وکیل داریوش هر دو به این نتیجه میرسند که اگر مریم در دادگاه بگوید که این کار را به خاطر پول مواد مخدر انجام داده است ممکن است نه تنها به جرم آن مریم اضافه شود بلکه داریوش هم به خاطر خرید مواد مخدر محکوم شود. به همین دلیل هر دو وکیل به مریم پیشنهاد میکنند که بگوید این کار را از روی عشق و حسادت انجام داده است. آن خانم هم از این پیشنهاد استقبال می کند، مخصوصا اینکه اگر جریان فروش مواد پیش می آمد ممکن می بود که کار به دستگیری رئیسش هم برسد و جانش بیش از پیش در خطر بیفتد. مجلات هم که دیدند روایت نخست داستان عشقی هندی است برای فروش مجلات خود به آن داستان ساختگی دامن زدند و گوگوش را هم قاطی مطلب کردند که فروش کنند. تیم رودست با توجه به تحقیقاتی که انجام داده است روایت دوم را میپذیرد، اما این حق را برای مخاطبان خود قائل است که هر کدام از روایت‌ها را که میخواهند بپذیرند. در فروردین 57 آقای داریوش بار دیگر بوی خوب گندم و با تنظیم جدیدتری وارد بازار میکنن و این بار عکسایی که بر روی کاست و صفحه بوی خوب گندم میذارن مضمون مسجد و اینجور چیزا رو داره. خواننده خوب کشورمون مرتضی برجسته در فیسبوک خود در مورد این عکس‌ها اظهار نظری کرده است که لازم دیدیم در این برنامه بهش اشاره‌ای بکنیم. از صفحه مرتضی برجسته در مورد عکس ترانه بوی خوب گندم. دوستان چند روز پیش به این عکس برخوردم که بعد از 30 و چند سال دوباره می‌دیدم. عکس روی جلد صفحه 45 دور بوی گندم. شاید در آن زمان
همه مردم مثل خود من خیلی عادی به عنوان یک طرح از این عکس عبور می‌کردند و شاید به عنوان یک ایده جدید خوشمان هم می‌آمد. اما امروز دیدن این است که درست در سالهای قبل از انقلاب منتشر شده دیدگاه متفاوتی رو در ذهن من روشن می‌کنه. لطفاً یک بار دیگه با دقت به عکس نگاه کنید. در زیر دیواری چوبی و مخروبه که در کنار آن جعبه‌های مقوایی و اندکی هم زباله مشاهده میشه، مرحوم واروژان، شهریار قنبری و داریوش در زیر یک نماد اسلامی که دو بار هم تکرار شده و یک قاب عکس که نوشته‌های نامفهوم دعاگونه عربی دارد. هر سه نفر دست به سینه در چنین فضای محقری عکس میگیرند و به عنوان جلد صفحه یک آهنگ سیاسی منتشر میکنند. استاد واروژان که از ارامنه بودند و از نظر دینی ربطی به این عکس نداره و متاسفانه در قید حیات هم نیستند که توضیح بده انگیزش و احساسش از این عکس چه بوده. ولی برای روشن شدن اذهان نسل امروز بد نیست که شهریار قنبری و داریوش توضیحاتی بدهند که فضاسازی این تصویر آیا رابطه‌ای با زمزمه‌های انقلاب اسلامی داشته یا نه. تا آنجا که من از شهریار شناخت دارم شاعری است با افکار باز و روشن. شاید زمزمه‌های انقلاب را زودتر شنیده بوده و در این راستا به همراه دیگر روشنفکران دانسته یا ندانسته برای ساختار زیربنای انقلاب اسلامی فعالیت می‌کردند که اولین صدمه‌اش هم دامنگیر همین جامعه موسیقی شد. در اواخر شهریور 57 آقای داریوش به بهانه جراحی صورتشان به لندن سفر می‌کنند. پس از شورش 57 آقای داریوش که میدانسته چه ترانه‌هایی را به خاطر درآوردن پول موادش اونم به دروغ و به سود چه جانیانی بر علیه حکومت ملی ایران خوانده، حاضر نمی شود به ایران بازگردد. به این سخنان مایلکوان توجه بفرمایید که روزهای شورش وسط گود بوده و میگوید چگونه ترانه‌های داریوش به آنها انرژی میداده است. به نظر من داریوش هم یکی از کسایی بود که نقش اساسی در شکل‌گیری انقلاب ما داشت. به نظر من داریوش هم یکی از کسایی بود که نقش اساسی در شکل‌گیری انقلاب ما داشت. مخالف بودم هم داشت. حالا به اونجوری ببینید آهنگایی که خونده میشد، مثلا یاور همیشه مومن، سال 2000 زندونی و اینا آهنگایی بود که در واقع اثرگذار بود. متوجه این؟ و اون سال 2000ش که شما الان بذار، همین الان بذارید، ببین انگار که برای شما این از قبل پیش بینی میکرده، همینجوری میاد جلو، همه اون اتفاقات افتاده. میگه سال دور شدن آدم ها از عاطفه ها و حفظ نهنگای داریوشون بعضیش حفظن همه هنوز هم گوش میدید؟ تا دلت بخواد بگید چرا به این سخنان آقای فریدون فرخزاد که در سالهای اولیه شورش 57 از نقش مخرب داریوش در کنسرت یاد می‌کنند توجه داشته باشید. در دهه نخست سال 57 تب ترانه‌های سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی بالا می‌باشد و آقای داریوش هم چون از این قافله عقب نماند
بسیار پرکار بر علیه جمهوری اسلامی ترانه‌هایی را می‌خوانند. اما رفته رفته جمهوری اسلامی نفوذش در خارج از کشور بیشتر می‌شود، به ویژه در سالهای اخیر، و آقای داریوش هم ترانه‌های سیاسیش دگرگون می‌شود. برای نمونه آقای داریوش در سالهای اخیر کمتر ترانه‌های سیاسی خودشون رو در کنسرتاشون اجرا میکنن و اگر ترانه سیاسی رو به مانند دوباره میسازمت وطن را میخواهد اجرا کند، پیش از خواندنش در کنسرت ها میگوید اشتباه میکرده و حالا فهمیده که باید ستون به کمر و سقف خانه خودش بزند. نتیجتاً این دوربین رو انداخت به خودش، منم ازش یه ذره کپی کردم. بعد رفتم چند وقت پیش بود، جولای بود، من یه عمل جراحی داشتم برای ستون فقراتم. گفتم خب منم ستون به سقف خودم زدم، از بس گفتم دوباره میسازمت وطن، هیچکی نساخت، هرچی دیدم بزنم به ستون خودم. بعد حرف جدی دیگه هم این بودش که دیدم این دوباره میسازمت وطن، این ساختن 3 تا معنی داره. بعضی ها میسازن، یعنی با این همه کار میکنه. بعضی ها میسازن، بعضی ها میسازن. آقای داریوش، زمانی که ایران طبق معیارهای اقتصادی و صنعتی و هنری در حال ساخته شدن بود، شما با رفقاتون رفتید بابت اینکه خودتون رو با مواد بتونید بسازید دست به هزار نوع کلاهبرداری و خواندن ترانه‌های دروغ بر علیه حکومت ملی ایران کردید و حالا باز دمت گرم که در سال 2013 خودتو به هوادارات رسما نشون دادی و گفتی که هدفت زدن ستون به سقف کمر و خونه خودت بوده. آقای داریوش دیگر با ترانه‌سراهایی مثل شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی کار نمی‌کند، بلکه با ترانه‌سرایی به نام روزبه بمانی کار می‌کند که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همکاری دارد. نکته جالب اینجاست که ترانه‌های سیاسی این روزهای آقای داریوش اقبالی به مانند شکنجهگر که شعرش برای همین روزبه بمانی که از فیلتر وزارت اطلاعات رد شده و با صدا و سیما کار می‌کند میباشد که در وصف رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده. قلب من به این بخش از سخنان مهداد آسمانی در مورد ترانه شکنجهگر توجه بفرمایید. ولی وقتی امروز تبدیل میشه به ترانه‌هایی که اصلا این طرفیه اون طرفیه، مثل اگر شکنجهگر توی شکنجه اشتباه نیست، میگن ترانه عاشقانه است، این ترانه مذهبیه. شما ترانه رو از اول تا آخر نگاه بکنید انگار پیام برای یک مثلا یه شخص روحانی، انگار مثل شخص روحانی آقای خامنه‌ای. عزیزم ترانه سرایی که نشسته در منزلش در ایران، اما ملاحظات این ترانه سرا چیه؟ ترانه سرا چیه؟ روزبه بمانی رو میگی؟ هر کی. این مال روزبه است. مال هر کی که هست. فضایی به نام جمهوری اسلامی. شما وقتی در این فضا کار میکنی اسمت روی فیلم، سریال و صدا، بله، شما پس باید مطابق قوانین این نظام و وزارت ارشاد کار کنید. هیچ راهی هم وجود نداره. من خودم از اونجا اومدم. شما داری با کسی حرف میزنی عزیزم که قبل از اینکه شماها دستتون رو به قلم بگیرین تو اون رادیو کار کردن. پس شما باید طبق قوانین این نظام کار کنید. مگه به غیر از اینه؟ خیر. باش. خیلی ممنون. چرا دوستان ما، خواننده های ما اجازه ندارن برن ایران؟ یا اگه برن هم اجازه کار ندارن. چرا؟ چون با قوانین جمهوری اسلامی خواننده چه جرمشون چیه اینا؟ خب به خاطر اینکه اعتقادشون اینه که اینها خواننده های هستن که طاغوتی ان توی حدی نه عزیزم، این لس آنجلسی هم چیزیه که لقبیه که جمهوری اسلامی داد. درسته. پس اگه آقای داریوش اجازه نداره اونجا بخونه و ممنوعه، نه قدغنه، کاملا
شاعری که اسمش روی فیلم و سریال و خواننده منتخب صدا و سیماست چطور میشه اسمش روی آلبوم و ویدیوی ایشون باشه؟ یعنی چی؟ شما برای من اینو جواب بده، حل کن. هر کسی در ابراز نظر و اعتقادش آزاده، بیاد بگه من امروز این نظام رو قبول دارم و علاقه‌مند به همکاری با نظام جمهوری اسلامی. چه اشکالی داره؟ اجازه هم بگه بیاد با مردم مطرح کنه، صاف و پوسکنده. اون موقع شما انتخاب میکنی که با این شخصی که امروز روبرو هستی همکاری بکنی یا همکاری نکنی، یا تو دوستش داشته باشی یا دوستش نداشته باشی. اما اگر میای روی صحنه از آزادی ایران حرف میزنی، دوستان عزیز هنرمند که من اصلا با سطح کارشون کار ندارم، با نوشته هاشون کار ندارم، با اینکه کی خوبه کی بده کار ندارم، چطور ممکنه، چطور میشه که اسمشون هم روی تیتراژ صدا و سیما باشه و در آلبوم خواننده هایی که اونا بهش میگن طاغوتی و رو ویدیوش هم باشه؟ چطور میشه؟ تجویزی بوده؟ وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، شما شوخی گرفتی وزارت ارشادو؟ ها؟ چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ اجازه کار بدن برای آلبوم آقای خواجه امیری؟ چطور ممکنه هم چیزی؟ مگر اینکه صلاح بر این باشه که این ترانه ها توسط این حنجره ها این ترانه ها اجرا بشه. دیگه این حنجره های منتخب جادوگر بد که از کتابا می اومد نخونن. آقا اینا رو بخون قدم به قدم. دیگه بچه تمایزی نمیمونه علی جان. شاید هواداران این دوستان فردا حمله کنن گردن منم بزنن، اصلا تو کی هستی برو بریم بابا. دیدی که چیکار میکنن؟ بله. چش گفتم من الان نگاهت میکنم داریوش دوستت دارم، یعنی من این نگاه رو دوست داشتم. خب داریوش بود دوستش داشتم، داریوش بچگی من بود، ولی امروز نمیتونم خفه بشم. من حقمو دارم میگم، چرا من اجازه ندارم؟ نظر تو بس شکنجهگر آهنگ مذهبیه که برای شما ترانه رو گفتم پیام این ترانه برای من نگفتم ایشونی همچین کاری کرده، اصلا من همچین حرفی نزدم. گفتم پیام این ترانه برای من اینو به من میرسونه که خدا تویی، نمازم تویی، دینم تویی، کعبه من تویی، اگر شکنجهگر تویی شکنجه اشتباه نیست. اصلا شکنجه خودش کار بدیه. کجا همه جای دنیا شکنجه رو محکوم میکنن؟ حقوق بشر دنبال اینه کسی شکنجه نبینه. بعد میگن این عاشقانه است. یعنی اگر تو من عاشق تو، نه عزیزم. البته ترانه خونبازی آقای داریوش هم خود حکایت دیگری است که رسما به تمام مبارزین میگوید لال شید و برید زندگیتون رو بکنید. آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنیست. آخرین سنگر سکوت حق ما به این بخش از گفته های مهرداد آسمانی در مورد ترانه خونبازی توجه بفرمایید. ترانه خونبازی که اصلا قایمش کردن ترانه رو، هرگز در آلبوم داریوش بزرگ عزیزم منتشر نشد. آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. آخرین سنگر سکوته، این آخرین کاری که ما بکنیم ساکت شدنه، یا آخرین کاری که باید بکنیم سکوت کردنه. این دو تا حرفه. حکم اعدام نوشته بودن بخشش لازم نیست، اعدام گردن. یه پارتی پیدا کردن یه ویرگول گذاشتن بغل بخشش لازم نیست اعدام گردن. عزیزم آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. نمیتونی حق منو بگیری. چجوری اجرا شده اون ترانه؟ یعنی ساکت، حرف نزنیم. آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی. خب این خیلی تفاوت داره با اون آدمی که جادوگر بد که از کتابا می اومد و میخوند.
پشت اون ترانه که دو تا بزرگ ما اجرا کردن، پیام های اون ترانه فوق العاده است. شما فقط این ترانه ها رو با مقایسه کن، ببین این همون هنجره. آقای داریوش در ترانه شطرنج با شعری از همین روز بمانی اشاره به این می‌کنند که تاج را در میدان سربازهای پیاده انداختند. آقای داریوش، نخست این که ثروت فقط آقازاده ها، کاری به سران حکومت نداریم، فقط آقازاده ها بیش از پادشاه فقید می باشد. اما شما باز دروغ سرایی می کنید، باز سیاه نمایی می کنید و در ترانه خودتون میگید که تاج و تخت شاه دیروز در قلعهشون نمیشه. دوم اینکه آقای داریوش انقدر سند رو شده که نقش استعمار جهانی در سقوط حکومت پهلوی انکار نشدنی است و شماها با این ترانه ها نمیتونید دلتون رو خوش بکنید که به تنهایی به عنوان سرباز پیاده استعمار جهانی توانستید حکومت ملی ایران را سرنگون کنید. اگر پولهای استعمار جهانی نبود شماها هیچ کاری نمیتوانستید بکنید. شاعران داخل کشور که با صدا و سیما همکاری می‌کنند و از فیلترهای وزارت اطلاعات و سپاه رد می‌شوند و خواندن ترانه‌های مشکوک به جایی می‌رسد که رفقای قدیمیش از جمله شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی از او براءت می‌جویند. من با داریوش کاری ندارم، من با هنرش کاری ندارم، من با علت اختلاف شهریار قنبری یا ایرج جنتی عطایی کار دارم. چرا جنتی عطایی میگه ترانه ها پس بده؟ حتی ایرج جنتی ترانه ای رو علیه آقای داریوش میسازد و از وی میخواهد ترانه هاشو پس بده.
البته این نکته هم بگم، از اونجایی که کمونیست جامعه شخصیت نرمالی نداره، از عقل درست حسابی هم برخوردار نیست، امکان داره فرداها آقای شهریار قنبری، آقای ایرج جنتی قربون صدقه داریوش هم برن. اما چیزی که روشن است در حال حاضر اینا بابت ترانه‌های سیاسی که آقای داریوش داره میخونه یه مقدار هم مسائل مالی توش وجود داره، از ایشون فاصله گرفتن و گله‌مند هستن. آقای داریوش همین چند سال پیش با علیرضا امیرقاسمی در برنامه آنکاست مصاحبه‌ای را انجام میدن و جالب اینجاست که فراموش میکنند سال 96 چه اتهاماتی به هم زدند. به این بخش از سخنان داریوش توجه بفرمایید که همچنان به جای پشیمانی طلبکار هم هست. تمام اینا باهاش زندگی کردم. موقعی که من عرض کردم موقعی که مثلا بن‌بست رو میخونم در دوران جوانی میخونم، نیاوردم به من بگم بخونینو. درسته. من شعر رو خوندم، بعد دیدم این یکی از اون فایل های پنهان درون آسیب دیده منو باز میکنه. آقای داریوش از شما وقیح‌تر ندیدیم، یعنی چون شما بخواید فایل‌های درونتو باز بکنی حاضر شدی به دروغ یه مملکت رو به خاک سیاه بنشانی؟ در همین مصاحبه امیرقاسمی میپرسه خیلی از شاعرهایی که اون روز علیه حکومت فعالیت داشتن امروز پشیمان هستن و داریوش در پاسخ میگه آدم تغییر میکنه اما پشیمان نباید باشه. من به همه ترانه‌هایی که در اون زمان خوندم افتخار میکنم. چند تن از همکاران شما که با شما کار کردن به عنوان حالا ترانه‌سرا یا آهنگساز صحبت از این کردن که ما در اون زمان این کارا کردیم و امروز حس می‌کنیم که اشتباه کردیم و نباید این شعرها رو میگفتیم و نمیدونستیم به این روز بیفته. اگر میدونستیم هیچ وقت این کار رو انجام نمیدادیم. شما نسبت به این مسئله در رابطه با این مسئله چی فکر می‌کنید؟ ببین من راجع به کار خودم میگم، اون هر کسی نظر خودش گفته، برای من محترم، ولی من مخالفم با این. اون ایده از نظر من قابل احترام، هر کسی اینو گفته، هر نویسنده شاعری ابراز پشیمانی کرده باشه، صلاح و مصلحت خویش خسروان دارد. ولی من چیزی که خوندم، باهاش زندگی کردم، انتخاب کردم، لمسش کردم، خوندم، بهش اعتقاد دارم. این پرونده من، یعنی با اعتقاد راسخ میگم همه اینا رو. اگه بخوام اظهار نظر در مورد دیدگاه دو نفری که ابراز پشیمانی بکنن، من مخالفم با این نوع برخورد. این انسان درسته تغییر عقیده بده، ولی به کار خودش در زمان مقطع شرایط زمانی نباید نفیش کنه. اونو شرایط زمانی، مثلا شاعر در یک فضای بسته‌ای یک چیزی خلق کردی که این تراوش فکری از مسائل اجتماعیت بوده. من الان بیام نفی کنم چون شرایط عوض شده، کاش من اونو نمیگفتم. نه، اینا جزء پرونده منه، جزء کارنامه من کارنامه خودم رو نفی کنم، بگم اشتباه کردم، بخوام بازش کنم، این دومل چرک زیاد جالبی نداره. نه، من از دیدگاه من با عذرخواهی از همه این عزیزان، هر کدوم از اینا که اعتراف میکنن من اون موقع نبودم در تظاهرات، من اون موقع اشتباه کردم، من اون موقع، من این نوع نگاه رو نمیپسندم. انسان متحول میشه، انسان تغییر میکنه، میتونه بگه من اعتراف کنه که اشتباه کردم، ولی یادش نره این شرایط زمانی. یعنی من انقدر بینش داشتم که ناآگاهی داشتم که چی میشه، این ناآگاهی منو میرسونه، نادانی منو میرسونه. من بیام بگم اشتباه کردم، مگه آدم کشتم من بگم اشتباه کردم؟ من شعر نوشتم، شاعرم، با حس پوست و رگ و خونم، رگ و پیم من حس کردم اینا رو نوشتم. چجور میتونم بگم اشتباه کردم؟ اشتباه انسان میکنه، از اشتباهش هم پند میگیره. نه این اعترافی که یعنی من چه بسا فردا همین آدم فردا 2 ماه دیگه برگرده بگه منم باز اشتباه کردم، حالا عقیده‌مو عوض کردم میرم اینجا. نه، آدم میتونه
تغییر عقیده بده، ولی نمیتونی بگی من اشتباه کردم. خب اینا خیلیشون به امید یک بهشت دیگری بودن، همه بودیم، یه اتفاقی بودش، همه بودیم علی جان. انقلاب دزدیده شد. بله آقای داریوش، شماها آدم کشید، یک تن هم نه، یک ایران را کشتید و باید پشیمان باشید. بعدش هم شما هنوز در توهم دزدیده شدن انقلابتون هستید؟ خیر، شماها خبر داشتید که از روز نخست حمالهای خمینی هستید و اسنادش را هم در رودست بارها نشان دادیم که از دهه 40 در وقت خمینی روشنفکران چپ و مصدقی مدحیه سرایی می‌کردند. برای آگاهی بیشتر در این مورد به برنامه 77 رودست به نام کدام روشنفکران گفتند عکس خمینی در ما هست مراجعه کنید. خنده داره. آقای داریوش میگه انسان میتونه تغییر کنه ولی نمیتونه اشتباه کنه. عجب. بنابراین نتیجه میگیریم آقای داریوش در تمام سالهایی که معتاد تشریف داشتن و کارشان به کارتون خوابی رسیده بود اشتباه نکردن. به این ویدیو که در زمان کارتون خوابی آقای داریوش توسط یکی از شهروندان گرفته شده توجه بفرمایید که طبق استدلال آقای داریوش انسان میتونه تغییر کنه و نمیتونه اشتباه کرده باشه و طبق همین استدلال آقای داریوش اینجا که کارتون خوابی میکنه و معتاده اشتباه نکرده. البته معتاد جماعت که نمیفهمه چی میگه. داریوش هم باشه که پرروتر از این حرفاست و هزاران نوع حرف میزنه. آقای داریوش در جای دیگری میگه هر کس اشتباه کرده بیاد با افتخار بگه و همین گفته یه اشتباه کردم خودش یه شکوهی داره. الان به این نتیجه رسیدن نه ما کاری نکردیم و اگر در همین شرایط زمانی مکانی که الان هستیم، در شرایط بحران مملکتمون هستیم، در شرایط تحولات مملکتمون هستیم، اقرار کنن، این اقرار کردن بسیار باشکوه، اقرار کنن ما اشتباه کردیم. کارش مشکله ولی باعث این میشه یک آبرویاری در وهله اول برای خودشون میشه. یک ذره من همیشه میگم جنگ، همیشه در حال جنگ بودیم ولی همیشه این جنگ رو باختیم، ولی ما بگیم بابا تسلیم شدیم، حداقل به آرامش برسیم بگیم جنگ رو باختیم ولی به آرامش رسیدیم، به تحویل یکی دیگه. آقای داریوش بهتر نیست به جای این همه دروغی که تحویل ملت ایران میدی یک بار بیای رسما بگی اشتباه کردی و پشیمان هستی تا بلکه به آرامش برسی؟ البته اگر به این بخش از حرفات اعتقاد داشته باشی، چون حرفای شما مثل قرآن هست که تمامیش حرف دیگرتون نقض میکنه. به این سخنان وقیحانه آقای داریوش توجه بفرمایید که میگه پس از اسیدواشی در بیمارستان بابت تزریق مورفین زیاد معتاد شدن. چی شد که یه دفعه یه شخصی نمیدونم چند سال شما به مواد مخدر وابستگی داشتی؟ وابستگی مواد مخدر رو بخوام خدمت بگم، مثلا معتاد به دنیا اومدم، در من موقعی وابستگی تو من به وجود آورد که رو من اسید پاشیدم، بعد رفتم بیمارستان 3 ماه اونجا بودم، عرض کنم برای تسکین دردم مورفین به من زدن. بعد از 3 ماه که مرخص شدم، بعد از 2 تا عمل جراحی، دوستی پیدا کرده بودم، بلد انسان دیگه یاد بگیره، دوستی در بیمارستان پیدا کرده بودم، هر روز میرفتم سراغش، یعنی آمپول به من بزن. بعد یه مدت گفتم این چه کاری میکنم، خودم بساط خودم رو درست میکنم و میشینم. این وابستگی که
از اونجا شروع شد. آقای داریوش یه جورایی میگه روی صورتم اسید پاشیدن که انگار که یه نفر خانم مریم رو اجیر کرده بوده روی صورتش اسید بپاشن، در حالی که ایشون به خونه خانم مریم رفت و آمد داشته و هیچ جوری نمیتونه زیر این مسئله بزنه. بعدش هم آقای داریوش این برنامه اسید پاشی مربوط به سال 56 هست، در حالی که روزنامه‌ها در سال 52 در مورد مصرف مواد مخدر شما می‌نویسند و شما در سال 53 به دلیل مصرف مواد مخدر دستگیر میشید و مدت 7 ماه و 24 روز زندان هستید. مجله سپید و سیاه 8 اسفند 1352. داریوش و ترک اعتیاد. این هفته داریوش، خواننده‌ای که فعالیت خود را در یکی از کاباره‌ها از سر گرفته بود، در یکی از بیمارستان‌ها بستری شد تا اعتیاد خود را ترک کند. گویا این برای چندمین بار است که داریوش برای ترک اعتیاد بستری می شود و گویا این بار یک عشق تازه باعث شده تا او چنین تصمیمی بگیرد. در این روزها هر کس می‌خواست با داریوش تماس بگیرد به او می‌گفتند که داریوش به سفر رفته است، در حالی که واقعیت این است که دکتر معالج او اجازه نداده است داریوش با هیچ کس ملاقات بکند. در ضمن خود آقای داریوش با زبان خودشون میگن که پدرشون هم معتاد بوده و اعتیاد در خانواده آنها موروثی است. من کالچه رو داشتم، منم پدرم مصرف میکردن. من کالچه رو داشتم، منم پدرم مصرف میکردن. ستار خواننده محبوب کشور ما در سال 2012 مصاحبه ای را با امید دانه انجام میده و در آن مصاحبه سخنان تأمل برانگیزی بر علیه داریوش مطرح میکنه. و همین چند وقت پیش به شما یه چیز بگم، یک برنامه بود برای خانجادی و برای طوفان که پول داشتن جمع میکردن، وقتی که سرود ایران میخونن ببینید چقدر ملت ما واقعا چیزه. همین آقای داریوش و آقای نرفتن بالا سرود ایران رو بخونن. سرود ملی من سرود چه ربطی به شاه داره؟ میدونی چی دارم میگم؟ بله. یعنی اینها فقط دنبال پول هستن و امیدوارم که این پولم براشون حرکت بکنه. امیدوارم، ولی ما ندیدیم که کسی از به قول معروف از بیراهه بخواد به جایی برسه که حتی حاضر نشدن بیان و حتی یه سرود ایران بخونن. نه ایشون، شما همه میدونن که ایشون یه آدمی بود تو ایران معتاد بود، اما حتی میگن یکی از بدبختی‌های ملت ما حافظه تاریخی ضعیفه. ایشون کسی بود که تو همون اون رژیم گذشته داریوش شد، معروف شد، فلان شد، ال شد و تو همون رژیم هم این همه به اصطلاح گرفتنش، فلانش کردن، همین کارا. ولی شما میدونید که اون زنی که باشه چنین کاری بکرد در تاریخ هنر دنیا یه چنین چیزی سابقه نداره که با یه هنرمند یه چنین کاری بکنن. ما یه مبحثی داشتیم در فیزیک به نام عمل و عکس العمل. ببین عمل چقدر باید بد باشه که یه چنین عکس العملی اون زن بیا نشون بده اون اسید رو باشه تو صورت این آدم. و ایشون کسی بود که توی ایران بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو. درسته؟ بله. ولی وقتی که انقلاب شد بدو اومد اینجا و خون وطن اینجا کسی تو که کسی نیست، اگر از گشتگرانی برای بودن نشد کسی نیست. چطور الان صدا شهرمون، چطور الان مگه نمی‌بینه که مملکت دیگه شده، سیاسی دیگه نیستن، ازشون می‌پرسیم میگن ما دیگه سیاسی نیستیم، فقط سیاسی اون زمانی بودیم که مملکت رو نابود بکنیم. حالا اومده اینجا از اون سالات تو سالی یک کار مثبت برای هیچ کس انجام ندادی، برای خودت حتی انجام ندادی. حالا اومدی آینه در آینه وای کردی که مردم پول بدید زندگی بگذارید. این هم دارید اینقدر که شما دوربر خوانندگی به قول معروف جربت در نوبت دوربر خوانندگی چیزی به قول معروف من که گفتم و پهلوان. پس از این مصاحبه هواداران آقای داریوش به جناب ستار اتهام زدن که وی به داریوش حسادت میکنه، در حالی که در این بخش برنامه با سند به شما نشان میدهیم این داریوش بوده که همواره به ستار حسادت میکرده و همه تلاشش را به کار میبسته تا ترانه‌های خوب را از چنگ ستار در بیاورد. و اگر آقای ستار در اون مصاحبه حرفایی میزند از روی دلسوزی میباشد تا ملت ایران بیش از این فریب نخورند. برای نمونه آقای داریوش در مورد ترانه صدای بارون که با صدای ستار اجرا میشود رسما حسادت میکنه و به آهنگساز این ترانه آقای بابک افشار میگه موقعی که زندان بود من یه آهنگ برای ستار درست کردم به نام صدای بارون.
بوی موهات زیر بارون، بوی گندمزار نمناک. بوی موهات زیر بارون، بوی گندمزار نمناک، بوی سبززار خیس، بوی خیس تن خاک. داریوش رو زندان گفت من شنیدم، میدونستم مال تو، چون اسم اونجا نمی آوردن دیگه، فقط نوارا رو پخش میکردن. و گفتم لعنت به تو بابک، نمیتونستی 4 روز صبر کنی من زندان بیام بیرون، آهنگ منو دادی به ستار چرا؟ آقای داریوش ترانه‌های زیادی رو به ستار حسادت میکنه که مجالش نیست همه رو بگی. برای نمونه ترانه نفرین نامه برای صدای آقای ستار ساخته میشود، اما در حرکتی زننده داریوش و شهریار قنبری این ترانه را از دست ستار میدزدند.